میدونی بعضی وقتا دلت برای یه نفر تنگ نمیشه. دلت برای حرف نزدن به اون تنگ میشه. برای سکوتایی که فقط خودتون میفهمیدین. آره، برای اون لحظه هایی که لازم نبود توضیح بدی حالت بده. فقط یک نگاه کافی بود. الان باید 1000 تا جمله بچینی تا یکی بفهمه چی تو دلت میگذره. عجیبه، ما آدما وقتی کنار همیم قدر همو نمیدونیم، ولی همین که فاصله میفته تازه میفهمیم چقدر حضور یه نفر آروممون میکرد. و میدونی بدترش اینه که نمیتونی برگردی بگی که ببخشید یا اینکه بمون، چون بعضی از رفتنها تصمیم نیست، از روی اجباره. شاید بزرگ شدن همین باشه، اینکه یاد بگیری با یه جای خالی زندگی کنی بدون اینکه هر روز بهش دست بزنی. و شب قبل از خواب یک لحظه چشماتو ببندی و تصور کنی که هنوزم همه چی سر جاش، درست مثل قبل.